همه شنونده های پادکست گوش واکن. من سمانه بیات هستم و امروز توی این اپیزود خدمت شما و از این موضوع خیلی خوشحالم. مثلا اگه میخوای هر روز مطالعه کنی، بگو هر وقت قهوه صبحمو میخوام بخورم یه صفحه کتاب میخونم. چطوری میشه؟ اینطوری که اینجوری مغزت مثل یه ربات باحال کار میکنه. عادتهای کلیدی پیدا کن. بعضی عادتها مثل دومینا هستن. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست گوش واکن. پادکست. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست گوش واکن. یه محرک مثل استرس، یه رفتار مثل خوردن شکلات و یه پاداش حس خوب موقت. دیگه مثل بهرام باش، یه ایده عجیب پیدا کن، یه لبخند بزن و برو دنبال هدفت. خب شنونده های عزیز گوش واکن، حالا نوبت شماست. برید یه ایده حتی اگه عجیب و غریب پیدا کنید و یه قدم کوچیک برای هدفتون بردارید. شاید مثل بهرام بخوای یه بیزینس راه بندازی یا فقط بخوای یه عادت جدید بسازی. مهم اینه که یه لبخند شروع کنی.